راستشو بخواید یه جور تناقض عجیب و غریبی وجود داره. ما تا وقتی کارمون با شریک زندگیمون به جدایی نکشه واقعا نمیفهمیم او ته دلش چه جور آدمیه. البته که ما در طول رابطه کلی چیزا دربارهشون میدونیم. مثلا میفهمیم چقدر میتونن دلربا باشن، چقدر آدمای شوخ طبع و باحالی هستن، یا اینکه چقدر رفیقای پایه یا پدر و مادرای نمونه‌ای میشن. اما با همه اینها هیچ وقت تصویر کامل و واقعی به ما نشون داده نمیشه. اونم به یه دلیل خیلی اساسی. اونا هنوز چیزای زیادی برای از دست دادن دارن. بالاخره اونا زن یا شوهر ما هستن، شریک بلند مدت ما، قراره تا آخر عمر با ما باشن. برای همین آبرو و اعتباری دارن که باید حفظش کنن. اونا به این خوب موندن ما پیش هم و به حسن نیت ما وابستن. یه انگیزه قوی دارن که ظاهر رو حفظ کنن. اما همین که معلوم میشه همه چیز واقعاً داره به آخر خط میرسه، قرار صبح به وکیل زنگ زده بشه و کامیون اسباب کشی دم دره، دیگه همه چیز فرق میکنه و ورق برمیگرده. دیگه نه آبرویی مونده که از اون دفاع کنند، نه آینده‌ای وجود داره. همه چیز دود شده رفته هوا. قرار دوباره مثل دوتا غریبه بشن. تازه این وسط ممکنه عصبانیت شدید، احساس خیانت، دم و غصه، خشمی که مدتها تلمبار شده و وحشت هم وجود داشته باشه. همه اینها دست به دست هم میدن تا آدم کنترلش رو روی اون جنبه‌های دیپلماتیک و با کلاس رفتارش از دست بده. درست در همین لحظه که دیگه هیچ چیز اهمیتی نداره، ما گویاترین و واقعی ترین شناخت رو از کسی که تمام این سالها با او زیر یک سقف بوده ایم پیدا میکنیم. گاهی وقتها، یا راستشو بخواید اغلب وقتها، چیزی که میفهمیم حسابی حالمون رو جا میاره. البته از اون حال جا آمدنهای بد. مثلا ما مدتها فکر میکردیم چقدر آدم خجالتی، مظلوم و متواضعیه. اما در سکانس‌های پایانی این رابطه میفهمیم که او بیشتر از هر چیزی در بیان نیازهاش به طرز وحشتناکی نابالغ و بچه است و حاضر برای فرار از زیر بار مسئولیت رنج و عذاب عظیمی به ما تحمیل کنه. یا مثلا مدتها خیال میکردیم که پشت اون ظاهر کمی سرد و سنگیشون حتما احساسات عمیقی نسبت به ما دارن. فکر میکردیم فقط تودار هستن ولی بی احساس نیستن. اما در ماه‌های آخر میفهمیم که نه، انگار واقعاً هیچ اهمیتی براشون نداشتیم. دریغ از یک قطره اشک، اصلاً هیچ اعتراضی هم نمی‌کنن. به نظر میرسه خیلی واضح و راحت از این که شر ما کم میشه خوشحالم هستن. شاید در طول رابطه ما دچار توهم نبودیم. شاید واقعاً خیلی هم دلشون با ما نبود. فکرشو بکنید که تمام این مدت این چیزا زیر پوست رابطه پنهان بوده و یک پایان لازم بود تا همه چیز رو بشه. اما این شناخت لحظه آخر همیشه هم تلخ و ناامید کننده نیست. در بعضی موارد ما میتونیم شاهد نجابت و اصالتی باشیم که حسابی امیدوار کننده است. مثلا وقتی 1000 جور فرصت برای انتقام جویی و تلافی کردن دارن، این کارو نمی کنن. وقتی دیگه هیچ لزومی نداره خوب باشن یا نقش بازی کنن، بازم خوب میمونن. حتی با اینکه میدونن چیزی قرار نیست عوض بشه، با ما همکاری میکنن تا همه چیز خوب و خوش تموم بشه. حتی ممکنه در یک مشکل سلامتی کمکمون کنن یا به ما پول قرض بدن. عیار واقعی شخصیت یک آدم در رفتاری مشخص میشه که با آدمایی داره که دیگه هیچ سود و منفعتی براش ندارن. اینجاست که اون حرف حکیمانه معنی پیدا میکنه که میگه ما باید با کسی ازدواج کنیم که دلمون بخواد از او طلاق بگیریم. یا بهتر بگم، ما باید دلمون بخواد با کسی باشیم که اگه روزی دیگه با او نبودیم، رفتار و شخصیتش در اون لحظه آخر یه شگفتی دلگرم کننده و مایه امیدواری برامون باشه. ما از با کسی بودن چیزای زیادی یاد میگیریم، اما شاید وقتی دیگه با هم نیستیم حتی بیشترم یاد بگیریم.